ریختر رو فرنگستان علوم که ترجمه کرده به تراژن، محصولات دستکاری شده ژنتیکی، یا خیلی ساده ترش بگم محصولاتی که به دست طبیعت تغییر پیدا نکردن، به دست بشر تغییر پیدا کردن. محصولات تراریخته فرق دارن با محصولی که به روش‌های کلاسیک اصلاح شده. در تراریخته میان چیکار میکنن؟ یه ژنی رو از یه موجود بیرونی میگیرن، با دستکاری‌های ژنتیکی وارد این گیاه میکنن. اینا ادعاشونه که نیاز به سمپاشی نداره. چرا؟ این ژن سمی تولید میکنه به نام بیتی. حالا گوجه فرنگی شما برداشتی، ذرت رو برداشتی، کلزار و سویا رو برداشتی، بیتی رو بردی تو دلش، حالا بیتی داره ترشح میشه. خب آفت میاد حمله کنه به طرف این، شروع میکنه اینو گاز میگیره که این شیره این رو بخوره، سم بیتی میره تو حلقش، در دستگاه گوارش حشره از درون دستگاه گوارش رو نابود میکنه، زخم میکنه، حشره میمیره. چه تکنولوژی خوبیه دیگه، سمپاشی نیازی نیست فلان. نمیدونستیم داره اتفاقی میفته. چرا باز آفت زدیم مزرعه؟ این که تراریخته است، برای آفت بزنیم. اون آفت یک ویروسه یا باکتری یا قارچه یا انگل، برای زنده بودن خودش مقابله میکنه. در طول 15 سال اون گیرنده رو تغییر شکل میده، سم بیتی دیگه اثر نمیکنه. از بین هزاران آفت یکیش جهش پیدا میکنه مقاوم با و اون شروع میکنه چون بقیه میمیرن دیگه. در طول این 15 سال آرام آرام به سم بیتی مقاوم شد. کشاورزونه مزرعه‌اش بس آفت زد، برگه ذرت شروع کردن سم پاشی کرد. شما که دارید ترخته کش میکنید و چرا دارید سم میزنید و دروغ میگید به مردم؟ الان تراریخته پس از 30 سال استفاده، آفت‌ها نسبت به بیتی مقاوم شدن. تا حالا چه شده که 5 سال یه عده شروع کردن اسنادی دارن فاش میکنن که تراریخته داره فاجعه میشه برای یک انسان، 2 برای دام، 3 برای محیط زیست. تازه من 2 تا خبر بدتر بهتون بدم. الان 99% روغن‌های نباتی بازار ایران تراریخته است. ذرتایی به نام ذرت مکزیک که تو بازار می‌خرید همش تراریخته است. 20 سال این از مردم پنهان کرد. به گاو الان اولفه تراریخته میدی، 3 سال بعد این گاو کشتار میکنم، سم بیتی هم الان داخل ژناش، گوشتش میاد تو حلقه بچه. 99% فرآوردهای دامی خوراک دام تراریخته است. به مرغ تراریخته میدی، بعد از 44 روز مرغ میاری تو بازار و مردم میخوره. از ذرت میدونید حدود 50 نوع محصول تولید میشه، از ذرت فقط. از سویا شیر تولید میشه، از سویا سس تولید میشه. همه چیزی که میخورید توش تراریخته است. واقعا من اینو مجبورم بگم، واقعا میگم. من فکر کنم یک توطئه بود. سرالینی دانشمند زیستشناس فرانسوی 8 سال پیش اومد گفت شما تست تراریختتون چه مقداره؟ گفتن 90 روزه. تراریخته رو میده به موشای به نام رت یه ذره موش بزرگ آزمایش کنه، موش کوچیکا نه بزرگ بهش میگن رت آزمایش کنه. میخورن، کنارش هم به ذرت سالم غیر تراریخته رو میده. خب کنارش هم ذرت ارگانیک رو میده. بعد 3 ماه اینا رو میخورن، بعد میاد بافتاشو وا میکنه، آنالیز میکنه، میگه خب بفرمایید دیدید هیچ فرقی بین نگاه کن سالم 90 روز. چرا 3 ماه؟ مگه من 3 ماه برنج میخورم؟ مگه من 3 ماه ذرت میخورم؟ یه بچه از 4 ساله میکنه برنج میخوره تا 60 سالگی. ایشون میاد یه تست عجیب انجام میده برای اولین بار. سویای تراریخته رو 2 سال میخونه به این موشه، از اونم سویا ارگانیک سالمه بدون سم و کدومش. بعد میاد آنالیز باز چه تومورایی، تومور سرطانی زده این برای شکم، زاد و ولدش دچار اختلال شده، نازایی آورده، کبدش از کار افتاده، کلیه‌هاش از کار افتاده، التهاب گوارشی، آلرژی تراریخته. ولی تو یک جای دیگه استادای دیگه ترغیب میشن شروع میکنن تکرار کردن. راست میگه، ما ضد تراریخته نیستیم. ما معتقدیم تراریخته باید آنالیزهای تست رو نشون بده، اگر تاییدیه گرفت یا تو مزرعه. چرا دارید اعتراض میکنید؟ 20 ساله دارید تراریخته میخورید. خب چرا زودتر نگفتید شما به ما؟ من حق دارم بدونم چی میخورم. تو اروپا لیبل میزنن تو تراریخته. مردم الان کمپین رو انداختن تو آمریکا و اروپا، کلا مصرفش ممنوع. ولی شما حالا دروغی که میگید اینه که دیگه برچسب نمیزنه که مردم رو نفهمن، چون بفهمن نمیخرن. تو ایران فقط برید تو فروشگاه‌ها از 10 تا روغن رو بکشید بیرون، رو 3 تاش نوشته تراریخته. نوشته تراریخته دستکاری کلزای دستکاری شده ژنتیکی، سویا دستکاری شده. چرا رو بقیه ننوشته؟ اونم تراریخته است. اروپا چرا بند کرده تراریخته رو، آمریکا بند نمیکنه؟ آمریکا که پیشرفته ترین کشور علمی جهانه. جواب ما این است.
آمریکا هیچ ارزشی برای مردم قائل نیست. یک دولت کاملا امپریالیستیه وابسته به کمپانی‌های مثل صهیونیستی. شما برو نگاه کن، تمام اروپای معتدل ضد ترقه است. چرا رژیم صهیونیستی حتی 1 متر ترقه اجازه کش نمیده؟ در که ما اطلاع داریم بیوتکنولوژی و ترقه در رژیم صهیونیستی در حد آمریکاست فناوریش. اون میدانه یه خطری وجود داره، ولی چرا اینقدر اسرائیل اصرار داره کشورهای اسلامی ترقه بشن؟ واقعا هشدار نیست برای ما؟ یعنی به نظر من صهیونیست در حال نابود کردن ذخایر ژنتیکی ایرانه. بابا مردم لباسشون حق دارن انتخاب کنن، میوهشون حق دارن انتخاب کنن. چرا نمیگید که الان از من سوال میکنن دکتر تو بازارها چیا ترقه است؟ میگم نمیدونم، چون نمیگم. دکتر بیا برای ما بگو چیکار کنیم. شما که میگه بده، اقلا راهکارش هم بگو. خب چی بخوریم؟ روغن نباتی رو بالکل حذف کن از زندگی، روغن کنجد فرابکر، روغن زیتون فرابکر، نون رو تا از سفید تبدیل کن به تیره، نون سبوسدار بخور، گوشت گاو کمتر بخور، طب اسلامی سنتی. نگو دکتر گرانه، چون کبدت 1 تیکش 100 میلیون تومان میارزه. ساعتت ارزون بخر، موبایلت ارزون بخر، لباستو ارزون بخر، کبدتو نمیتونی بخری.